اجازه احمد از ولایت پروان. از ولایت پروان هستید؟ بله از پروان اومدین کابل؟ بله از طرفای پروان خیرتی بود؟ خیرت شکار. خیرتی بود. چی ساختین شما که ما ازش دیدن بکنیم؟ 2 عدد اسلحه و 1 عدد مدل کوچک بیم 12. این اسلحه های شما را من فکر میکنم که رقم بر ما خو تا آشنا رقم واری است. میفهمید که ما قنا میفهمیم درباره‌اش. بله دست ساخت خود ما. بله. دیگه برای بار اول طرف افغانستان ساختن، اما خب مدل‌های متفاوت خودمون ساختیم. دو نوع مرمی میخوره. یکیش مرمی است که ضد آشوب تخریب نداره، مثلا تظاهرات است به خاطر پراگنده کردن مردم که تخریب نداره، فقط صدا میده. و یک رقمش که است تخریب داره، به می است از اینجا که میزنی جایی که اصابت میکنه تخریب میکنه. چطور خواستین شما اسلحه بسازین؟ به خاطر دفاع از وطن نیاز است این شرایطی که اسلحه نداشته باشی. و قلم که مقدره تحصیلی بسیار زیاد داریم. قلم که یعنی استقلال نداشته باشه سرش برای نوشتن حقیقت هیچ وقت خم نمیکنه. باید استقلال داشته باشیم. بعد از او بس استقلال ما میتونیم با اسلحه بگیریم؟ بله فعلا به زور است کلش. به زور است. بله دنیا رو که میبینی کل به زور پیش میره. میگم شما بجا، ولی اگر ما بگویم میگم که او استقلال را که بتونیم به زور قلم بگیریم، فکر میکنم باز مزه از او زیادتر میباشه. به زور قلم بله. دیگه کشورها شما امروز مسئله فلسطین اسرائیل میبینید کلش به زور پیش میره. کسایی حتی بر قدرت ها زورشون نمیکشه که از برادران خود دفاع کنن. اینجا برادران ما به شهادت میرسه. فعلا نی ما کادرای تحصیلی بیشتر داریم ولی متاسفانه دستایشون بسته. و شما این تقدیم میکنید؟ من این تقدیم میکنم بهتر از این شگه برای ما زمین مساعد شود. حتی ما طرح ارائه به مردم نشان ارائه میکنم. بله طرح ساختن اتم را. بله سرازی چقدر وقت کار کردین؟ سرازی خب چیزی که در ذهن باشه کار کردنش فقط 1 روز. 1 روز سرش؟ بله. حدود چند نفر سرش کار کرد؟ 1 نفر تنها خودم. تنها خودت؟ ولی من لیسانس در بخش حقوق هستم، اما این یک بخش جدا است. یک بخش جدا. وزن داره یعنی؟ نه خیر خیلی سبک است. قسمی ساختیم که تا اگه سر و کوام بلند شوی باید وزنش نباشه که تو رو خسته کنه. که وزن کم داره یعنی جالب است. وزنش بسیار کم است. ویژگیش دمی است. سلاح‌های آمریکایی و روسی که است خیلی وزن یعنی گزاف داره. ولی فایر نشه دفعه اینا خواست نمیشه ان شاء الله. چیز مرمی نداره. مرمی نداشته باشه کدام تا اینجا ما مجروح نکنیم. و اسلحه بعدی؟ اسلحه بعدی M4 مرمی M4. اگه مرمیش برتان ما به نمایش بدم. نمی‌فهمم مرمیش چی کردم. این اسلحه M4 است خودم ساختیم از این مرمی. این مرمیش است. این مرمی M4 است؟ بله M4 است. ساحه که میتونه M4 امریکا